سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. مهمون داریم دوباره، جناب صالح آوردیم. بعد از مدت خیلی آشنایی بسیار زیادی داشتید، دوباره اومدیم با یه چالش جدید. سلام علیکم، اگه هست بفرمایید. خیلی ممنونم از همراهی و همکاری دوست عزیزم که منو دوباره دعوت کرد. بریم برای ویدیو. در خدمتتون هستیم. آقا ما بازیمون کدام را ترجیح میدهیه؟ Would you rather. تکرار کنید. Would you rather. Would you rather نه ها. Would you rather. Everybody listen and repeat. درس امروزتون بچه تو زبان انگلیسی اینه. Would you rather. Would you rather نه. بریم سراغ ویدیو. بله. خیلی وارد جزئیات نمیشه. خیلی تاثیرگذار. کلاس کارو ببریم بالا. خب سوال اول. همه شروع می‌کنی. سوالو میخونم دو تای با هم جواب. سوال اول. ترجیح میدی بهترین خونه رو تو محله بد داشته باشی یا بدترین خونه رو تو محله خوب؟ سوال خیلی قشنگیه. بعد از ایناست که میتونی روش تحلیل زیاده بکنی. من یه خونه بد رو تو محله خوب ترجیح میدم. ولی من خونه خوب رو تو محله بد ترجیح میدم. یعنی برم توی یه محله بد ولی خونم دلباز بشه. خب. توی خونه واقعا فضا داشته باشم. ببین من بیشتر اون آرامشه رو قبول دارم تا چیز. یعنی تو هر چقدر خونت خوب باشه ولی بازم محلت بد باشه نمیتونی زندگی کنی. باز سلیقه خودته، ولی خب من اینطوری دوست دارم که یه خونه بد توی محله خوب داشته باشم، چون صبح و ظهر شبم تو آرامش کاملم، همیشه راحتم، میتونم هر موقع برم بیام. اگه خونه خوب باشه مثلا در و تختش هم حالا هم امنیتش وقتی میگه خونه خوب تو محله بد یعنی که خونه تامین تجهیزات داره دیگه ولی محلش بده. آره دیگه. ولی من اینو قبول ندارم. حالا هر کس سلیقه خودشو داره. ولی پیچ بفهم. وادو نفهمیدم چی گفتی، احتمالاً اونا بعد بفهمن. بینندگان مثل من اگه تو اینستاگرام زیاد غرق شده باشم میده بله بفهم. سوال دوم. ترجیح میدی ثروتمندی باشی که 400 سال پیش زندگی میکرد یا فقیری باشی که الان داره زندگی میکنه؟ 400 سال پیش زندگی میکردم و پولدار بودم. والا فقیر حالا رو ما الان تجربه کردیم. الان فقیر حالم من الان. یکی رو تجربه نکردیم. یکی تجربه نکردم. آره دیگه. ولی درست قدیمیه ولی خب ثروتمند 400 سال پیشم میخوای حساب زمان کی میشه 400 سال پیش؟ احتمالاً صفویه. آره صفویه میشه. بازم بهترین دوره‌ای بوده که ایران به چشمش دیده. بهترین دوره که نه، بهترین دوره بعد از اسلام. آره دیگه. بهترین بعد تازه اولیه‌اش بوده، یعنی دوره‌ای بود که اوج گسترش ایران بود، یعنی گسترش ایران از دوره صفوی شروع شد فکر کنم. نمیدونم تاریخم من زیاد خوب نیست. اقتصادی اون دوره خیلی رونق داشت. آره. ولی خب همون موقع هم از نظر عقیدتی فساد و و اینجور اینا چیزا هم بوده دیگه، ولی خب دوره تیموریان خیلی بود. آره. تقریبا همون دوره برام بود. هخامنشیان هم بد نبود. هخامنشیان عالی بود. بریم سراغ سوال بعدی. بفهم. ترجیح میدی دربارت شایعه بشه یا کلا صحبت نشه؟ من شایعه رو ترجیح میدم. منم شایعه رو ترجیح میدم، چون اینکه باب زبونا باشی خیلی بهتره. یه دونه این که آقا در مورد ما شایعه بشه دیگه. خب همین الانش معروف میشه آقا. حالا اونش به کنار. مهمه سر زبون افتادن. خیلی ها بودن با یه کار مسخره جوری شایعه واسهشون پیدا شده ایجاد شده که الان باب زبونا حتی همون شایعه ها رو فراموش کردن خیلیه. حالا ایناش به کنار، مثلا در مورد منم شایعه بشه خب تقریبا همش رد میشه دیگه. من که خیلی پاک، پسر پاک و خیلی صالحی ام. به خدا رمز گوشی من میدم، هر کی دلش خواست چک همین الان هم میگه بفرم. دست شما خیلی لطف دارید. آره بده برگشت کن. کارتامو دیگه نگیر دیگه، این کارتای خودم. این سوال قشنگه. میگه ترجیح میدی در یک فیلم هیجانی اکشن بازی کنی یا یک کمدی رمانتیک؟ کمدی رمانتیک. من کمدینم. گفتم اینجا فکر کنم نگفتم هنوز. دبیر کانون طنز پردازان هستم تو دانشگاه. قشنگ از فرش رسیدم به عرش. حتی عرش هم نیست، حالا خیلی هنوز راه عرشه. آره دیگه. فعلا داریم تو مسیر موفقیت قدم می‌زنیم. تیک آف چیزی داره میره. کاپیتان نمیدونم چی؟ فعلا در حال پیشرفت. تیک آف. آره. فعلا داریم میریم با تو مسیر خوبی است. خودم اکشن رو بیشتر ترجیح میدم چون خیلی دوست دارم همینی که هست. من تازه از هر رفیق نویسنده من پرسیدم، گفتن کمدی سخت‌ترین ژانره، سخت‌ترین نباشه عمیق‌ترین ژانره.
اینکه بتونی آدما احساساتشون رو بروز بدی، یعنی یه کار کنی که آدما احساساتشون بروز بدن راحته، ولی اینکه بتونی بخندیشون خیلی سخت داره. یعنی اینه، یه دونم این که کلاغ بود، یه دونم این که باید ارتباط مخاطب رو به خودت جذب کنی، یعنی همدردی کنن، یه گرفتاری رو اگه نشون میدی در زمینه طنز باید ارتباط خوبی باید داشته باشی، همدلی بدون. سوال بعدی، ترجیح میدی از این سوالای سایکدلیکی که همه دوست دارنه، ترجیح میدی بتونی زیر آب نفس بکشی یا تو هوا پرواز کنی؟ رمز رای پاژای جی تی ای بزنی بری آسمون. پرواز خیلی آره، یکی از قابلیت‌هایی که بشر خیلی کم بود داره. ببین پرواز رو میتونی تو هواپیما تجربه کنی، یعنی میتونی تو میره هوا بخوای زمین رو ببینی دیگه، ولی زیر آب رو تا حالا ندیدی که نمیدونی چه خبره. زیر آب چندان بهم حال نمیده. من خیلی دوست دارم زیر آب بدونم چه خبره. مثل این همین دوست عزیزم کجاست، کلاغ پر کشید رفت. این پرواز کنیم بره. کلاغ باشه. آره. امیررضا داره اونجا. قار میکنه. نمیشه ترجیح میدی تمام روز تو با لباس خواب باشی یا کت شلوار؟ من همیشه خوشتیپم. کت شلوار ترجیح میدم. منم آره، من کت شلوار بیشتر ترجیح میدم. من تو خونه‌ام لباس شیک میپوشم. بعضی وقتا مامانم بهم گیر میده، میگه این لباسی که پوشیدی برای مهمونی الان. آره. اینجا. ولی خب میپوشیم دیگه. این خوبه، این خیلی چالش برانگیزه. صندلی داغ، نمیدونم قهوه داغ. نمیشه ترجیح میدی با سخت کوشی ثروتمند بشی یا ارثیه بهت برسه یا تو قرعه کشی چیزی برنده بشی؟ حالا ما داریم سخت کوشی میکنیم، تو سخت کوشی بهمون برسه. ولی اینم حال میده یه پول هنگفت یه جا یهو بهت برسه. خب میدونی اگه در طول مسیر به پول برسی بیشتر میدونی چی کارش کنی این پول رو. خب میدونی اونطوری ارزش پولم واسه بیشتر میشه، یعنی میگی من سر این پول زحمت کشیدم. ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو نمیدونی ما اینجا چه عذابی کشیدیم. سر همین میشه که پول رو ساده خرج میکنیم. آره. ولی اگه یه پول هنگفت بهت برسه واسه مهم نیست. مثلا مثل پولایی که مثلا تو قمارای زیاد به دستت میاد. مثلی از دوستان هستی که همراهی میکنن، آهنگ بک‌گراند گذاشتن مثلا. بک‌گراند گذاشتن. نوشته ترجیح میدی زمان بیشتری داشته باشی یا پول بیشتری؟ زمان بیشتری. من خودم به شخص زمان نیستم، پول بیشتر. من خیلی آدم پولکیم، یعنی پول واسم حرف اول میزنه، یعنی دوره این که پول حرف اول میزنه. اون طرف هم دوستان واسمون صدای آره بک‌گراند چیز بود، لامصب از هر طرف صدا میاد دیگه. عالیه. ببین ویدیو بیرون بگیریم همین میشه دیگه. حالا بعد میگه چرا ویدیو بیرون نمیگیری؟ نه این ویدیو بیرون یه بغل گفته. من کامنت ها رو میخونم، من خودم میذارم خودم جواب میدم بهش. کامنت خودت کجا بودی؟ مجبور باشی همیشه لباسای خودتو بدوزی یا همه مواد غذایی تو خودت پرورش بدی؟ حوصله ندارم برای خودم آشپزی کنم، لباسامو بیشتر دوست دارم بدوزم. والا من تجربه اصلا این سوالو جواب ندم چون حالش کمیشون ندارم. نه ولی من مثلا لباسو میتونم بدوزم، ولی لباسو دیگه غذا دیگه حال ندارم خودم درست کنم. این قشنگ بیچاره شدیم ما. یه ویدیو اومدیم بیرون بگیریم. یه ویدیو قصد الان شهاب سنگ میخوره. آقا مدی پارک طالقانی اگه آره. ببینید کجایی؟ پل طبیعت نزدیکای پل طبیعت همون بغل دیگه. آره. خب موزه دفاع مقدس ترجیح میدی اول خبر خوب بشنوی یا خبر بد؟ خبر بده. آره خبر بده. آره خبر بده. خبر خوبی میتونه یه بهشونه ببره. آره. بعضی موقع اینطوری نیست، یعنی اینقدر خبر بده. حالا اگه آره دیگه آره باشن دیگه. ای خدا پدرمون در من. خب ترجیح میدی رئیس خودت باشی یا واسه بقیه کار کنی؟ من ترجیح میدم رئیس بقیه هم باشم. معلومه دقیقاً همین حرفی که امیررضا زد. این تو خوی همه انسان است.
نه یه عده باز ترجیح میدن که خودشون ایده نزنن برن. اون فرد دیگه ضعف تو زندگی داره دیگه، چون طرف از زندگیش نمیشه، شاید دیگه باید ناامید باشه که این کارو کنه. یعنی خود اینقدر ببخشید میگم بی جنبه‌ای که نتونی کارو انجام بدی، منتظری که بقیه واسه کار انجام بدن. این آدم پایینه دیگه. همون دیگه همون داره. ولی خب من مثلا انقدر تو خودم میبینم این رو که بقیه خوب میتونم مدیریت کنم، مثلا بقیه هم دیگه دست من باشن. مثل همین قانون طنز پردازی. ببین چقدر داریم خودشون خب برای این کانون خب ریسک کردم که دبیری شد. بعد اصلا مسئولیتش هم زیاده، مسئولیت داره، واقعا مسئولیت داره. بعد از اون انتظارات بیش از حدی هم دارن، چون کشور عزیزمون ایران با امکانات کم میخوان بهترین عملکرد رو بگیرن. تازه دانشگاهی که اصلا خرجمون هم نمیکنه. خب بریم سوال بعدی. ترجیح میدی بیش از حد پرمشغله باشی یا بیشتر حوصله‌ات سر بره؟ من جفتش بده. آره جفتش خیلی بده. ولی بخوای ترجیح بدی کدوم ترجیح بدی؟ والا من مشغله زیاد و کلا دارم تو زندگی. فرق بالا هم نمیکنه. آره. اینقدر این چند وقته مشغله‌ام زیاد بود و وقت سرخوردن نداشتم. ولی خب حوصله سر بره. آره یکم اذیت میکنه آدمو. آدم پرتلاشی هم دیگه میخوام کار کنم دیگه. مثلا بیکار باشی که چیکار کنی؟ ترجیح میدی به گذشته بری اجدادتو ملاقات کنی خب یا به آینده بری نسل‌هاتو ملاقات کنی؟ من ترجیح میدم به آینده برم، چون میدونم که نسل گذشته من خیلی آب و تابی ندارن. باز این آیندگان چه بخاری ازش میکنن. امیدوارم یه آهنگی که گذاشتن کپی رایت نخوره فقط. فکر نمی‌کنم زیاد منتشر بشه. خب بریم سوال بعدی. صدای بیت فقط. آقا از در و دیوار داره واسه ما مشکل می‌ریزه دیگه، هم سر و صدا هست هم شارژ ندارن لامصب. آدم ببین تو محدودیت هست که ستاره میشه. تو یه روز میای این ویدیو رو می‌بینی یه شروع کردیم آقا، خاکی شروع کردیم. دقیقاً. خب ترجیح میدی زمان بیشتری داشته باشی یا پول؟ که این جواب دادی. ترجیح میدی با ذهن اجسام رو حرکت بدی یا ذهن‌ها رو بخونی؟ ذهن‌ها رو بخونیم بهتره. اشیا رو تکون میدیم چیکار؟ نه من اشیا رو بیشتر دوست دارم بدم با ذهن. نه من ذهن بقیه رو بخونم خیلی خوبه. یکم کار کثیفیه. البته اگه در چیز قصد بد انجام بشه. والا ما نیتمون بد نیست. البته اگه این قابلیت رو داشته باشیم معلوم نیست اینجوری بمونم یا نه. آره. هم مسئله است که قدرت آدمو فور می‌کنه. آره. اون تغییر میده. یه سوالی اینجا بود حالا من ندیدم، الان میخوام بپرسم. ترجیح میدی بتونی ذهن‌ها رو بخونی یا نامرئی بشی؟ این سوالو خیلی جا گفتن. من باز ترجیح میدم ذهن بخونم. آره منم باز ترجیح میدم ذهن‌ها رو بخونم. چون الان بگم نامرئی بشم برم فلان جا فلان جا رفتم بیسار کار کردم اینا یکم ضایع بازیه. خب ترجیح میدی دکمه برگشت به عقب تو داشته باشی تو زندگی یا یه دکمه مکس؟ دکمه مکس یعنی چی؟ یعنی تو همون موقعیتی که هستی چیز کنی؟ والا اینجا نوشته خودم خیلی نمیدونم منظورش چیه. خب من اگه اینطور باشه ترجیح میدم برگردم عقب. مثلا این مکس رو بزنی بقیه دنیا وایسن تو خودت فقط بمونی. خب نه اونطوری دوست دارم، ولی برگردم عقب میتونم اشتباهاتی گذشته انجام دادم رو جبران کنم. موافقم. خیلی از کارا بوده که البته یه چیزی هم بهت بگم، من این مسیری رو که دارم طی میکنم دیگه این مسیرم بوده، یعنی با همه سختیاشو آره دیگه فراز و نشیباش این مسیر من بوده. اگه این اتفاقات واسه من پیش نمیومد شاید تو این مسیر نبودم. آره خیلی از اتفاقایی که تو زندگی ما انجام میشه یه باعثی بوده که خودمون اصلا واسه بابتش چی بهش میگن اقدامی نداشتیم. ترجیح میدی احترام جهانی داشته باشی یا قدرت نامحدود؟ قدرت نامحدود، چون با قدرت میتونی احترام هم به دست بیاری. ریسپکت. مثبت ریسپکت. مثبت $5000 دونه تو کشف میشه.
ترجیح میدی 5 سال زندان باشی یا 10 سال کما؟ 10 سال کما. 5 سال زندان. نه 10 سال کما. باز من ترجیح دادم 5 سال زندان باشم. حتما لایکش کن. این لایکش کن. زحمت بکش. یعنی قشنگ بقیه آرش هم داشت واسه من کامنت میگرفت، کامنت و ساب و اینا میگرفت تو ویدیو. با اکانتای دیگه‌اش بیاد فالو میگه صاف میکنه. سابامون میره بالا. خب میخوای تو بخونی؟ تو بخونی؟ من بهتر میخونی. سوالا نگاه کنید. سوالو نمیشه ترجیح میدی نابغه‌ای باشی که همه فکر میکنن احمقه یا احمقی باشی که همه فکر میکنن نابغه است؟ سوال خوبیه. والا من نابغه‌ای هستم که بقیه فکر میکنن احمقه. من اون یکی رو انتخاب کنم. یه سریال رئیس مزرعه بود اون پروفسور گلگیا داشت پرورش میداد گلگیا رو. آها اون خیلی خوب بود. اینو همونطوری قضیهش. چی میخوندی؟ رئیس مزرعه 2. آره یا آهنگی میخوند یادم نیست. دیگه دل تو دلم نیست. آره. دیگه دست خودم نیست. دلم روبان میخواد جایزه میخواد بار اولم نیست. همه به من میگن دیوانه‌ام ولی من یه پروفسور احمقم. بلاغم پروفسور که نیستم دیدتمون. دیگه دوبلور خوبی هم میشن با حسابم. آره دوبلور میتونیم هم چیکار کنیم. الان بعداً بهت میگم. اینو نوشته ترجیح میدی تمام دندونات از دست بدی تمام موهاتو؟ اصلا بی‌مربوطه به هم دیگه. چرا باید یکی من که موهامو در حال از دست دادن دارم میبینم. موهام داره میریزه. خیلی بد. هنوز 21 سالگی ما جشن نگرفتم. 2 بهمن تازه میرسم به 21. ولی البته ایشون هنوز به 18 نرسیده. درد و نفری در سفر بعد بیشتر ترجیح میدم دندونام بریزه دیگه. دندون مصنوعی با نی غذا بخوریم. میدی یکی دیگه واسه بجوه له میکنیم پاک. اوه این خوبه. نوشته ترجیح میدی توانایی دروغ گفتن رو از دست بدی یا هر چیزی که هر کی میگه باور کنی؟ جفتش یه تناسب است. دروغ گفتن رو از دست بدن. دروغ گفتن یه جایی واجبه. قبول کن. نسبتاً ولی خب باز اون یکی هم خیلی آسیب‌تره. آره اون یکی خیلی آسیب‌تره. سوال بعدی چیه؟ میگردی؟ نوشته ترجیح میدی توی یه بازی ویدیویی گیر بیفتی یا اون بازی ویدیویی توی دنیای واقعی انجام بشه؟ جی تی ای رو فرض کن تو دنیای آره همون داشتم به این فکر میکردم. میری مثلا با آرنج میزنی تو چیز تو شیشه پرایده طرفو میکشی پایین یه مش میزنی بهش اونا رامزی اومدی آخرم. نیز فورستی بیاد تو دنیای واقعی. فورستی هم خوبه. مثلا وانتد بگیری پلیسا میفتن دنبال وانتد دیگه نه. نه گوشه سفید گوشه چشت مثلا این گوشه شاید وانتد 2. آره یک بالتر ماشین‌های مختلف هم میری سوار میشه این قوال میده. نوشته ترجیح میدی یه انگشت کم داشته باشی یا یه انگشت زیاد داشته باشی؟ یه انگشت زیاد. اینجا جاش خالیه. من اینجا جاش خالیه. بعد به کارم میاد مثلا اینجا باشه به کار میاد ولی انگشت نداشتن هم سخته. موقع گیتار خیلی حال میده واقعا یه انگشت اضافه داشته باشی. کمکت میکنه مثلا. آره. میتونی نگهداری. بیشتر میتونی فرد بگیری. آره. بیشتر میتونی از این ور بزنی. و برای سوال آخر نوشته که این سوال خوبیه. واسه سوال آخرم میپرسم. نوشته ترجیح میدی فردی باشی که مراسم اعدام رو اجرا میکنه یا قاضی باشی که تصمیم میگیره چه کسی اعدام بشه؟ کیو اعدام کنه؟ یعنی نه میگه که تو فردی باشی جلاد، یعنی تو فردی باشی که جلاده یا فردی باشی که قاضی باشی که دستور اعدام داده. من باشم مسئولیتش خیلی زیاده.
من چون طرفدار فیلم و بازی اکشنم، دوست دارم اون جلاده باشم. الان یوتیوب برنامه میکنه میبنده میره، ولی اون حسی که چیکار میکنی خیلی تجربهش خیلی آره همون سر همین گذاشتم سوال آخر. شاید قاضی باشم. آره به هر حال خب زیاد میتونم طبق قانون، حتی اون خیلی سخته باز بخوای در بیاری ببینی کی واقعا مجرم یا نه. آره اینم هست، ولی خب باز من ترجیح میدم قاضی باشم. این یه سری وقتا دیگه کاملا قاضی سخته. ببین تو داری سر زندگی یه فرد داری تصمیم میگیری، همه اینا ملاکه. اون طرفم جلاد شدن فکر نمی‌کنم انقدر بیرحم باشم سر هر چیزی کامل مأمور باشم، معذور باشم برم یه نفر رو اعدام کنم. به هر حال این بود از ویدیوی ما بابت این سر و صدای محیط هم معذرت می‌خوایم دیگه، اوضاع همین بود. به هر حال که دوستان همکاری کردن از آهنگ بک‌گراندمون و خیلی خوشحال شدم دوباره در خدمتتون بودم. امیدوارم که دوباره بتونم بیام در خدمتتون باشم و اینقدر شرایط سختی هم الان می‌کردیم. جناب کنکوری تشریف داره، منم که دانشگاه میرم کرج. دور. خیلی پشت دنیا هستن. مترو تموم بکره. میگه آقا تموم شد برو پایین. یعنی مترو هم میری پایین باز ون سوار بشیم. باید ماشین سوار شیم. این ترم هم اینقدر پدرم رو در آورده. یعنی صف ونا از ترم قبل بیشتر شده. تا یه ویدیوی دیگه به فرصت دیگه فعلا خدا حافظ. فعلا خدا حافظ.